ببینیم واقعا فوتبال بلدی یا فقط سر بازی ها داد میزنی. منم با تو شرکت میکنم ببینیم چند تا رو درست میزنی. آماده ای؟ اما سوال اول، این لوگوی کدوم تیمه؟ من فکر کنم 2 میشه. منچستر یونایتد. این لوگوی کدوم تیمه؟ من فکر کنم 4 میشه. بارسلون. این لوگو مربوط به کدوم تیمه؟ بایر مونیخ. این مربوط به کدوم تیمه؟ ناپولی. این مربوط به کدوم تیمه؟ من فکر کنم 1 میشه. رئال مادرید. حالا بیایم داخلی. این مال کدوم تیمه؟ من فکر کنم 4 میشه. سایپای تهران. حالا بریم عربی. این مال کدوم تیمه؟ من فکر کنم 1 میشه. الهلال. حالا دوباره بیایم داخلی. این مال کدوم تیمه؟ تا اینجا چند تا رو درست گفتی؟ اگه بالای ستاره زدی یعنی واقعا فوتبالی هستی. ادامه بده ببینم تا آخر میتونی همه رو درست بزنی یا نه. هوادار رو. دوباره بریم خارجی. این مال کدوم تیمه؟ آژاکس. بیاین داخلی. این مال کدوم تیمه؟ ترکتور. همین داخلی باشیم. این لوگوی کدوم تیمه؟ تیم فولاد. حالا بریم به عنوان سال آخر بریم خارج. این لوگوی کدوم تیمه؟ چلسی. خب از 12 تا تیم چند تا رو درست گفتی؟ تو کامنتات بنویس چند امتیاز گرفتی. اگر از این سبک ویدیوها خوشت میاد فراموش نکن ویدیو رو لایک کنی و کانال نابغه رو سابسکرایب کنی. 2 تا ویدیویی هم که میاد رو صفحه رو از دست نده. تا ویدیو بعدی مراقب خوبیات باش.